سلام دوستای قشنگم، امیدوارم حالتون عالی باشه. توی پست قبل ما برش پیراهن مردانمون رو با هم انجام دادیم. الگوی آستین رو من پارچم رو دولا و بعد چهارلا کردم و اومدم آستینم رو روش قرار دادم روی چهارلای بسته و برشم رو زدم. قسمت بالا و پایین خط مرکزی آستین رو من چرت میزنم. دوست قشنگم، ممنون میشم که از پست‌های آموزشی حمایت کنید و برای دوستانتون هم بفرستید. حمایت شما عزیزان باعث دلگرمی من و همکارانم خواهد بود. قسمت پشت پارچه رو ببینید. پارچه الان ما دو عدد آستین داریم که روبروی پارچه روبروی هم هستن. پشت پارچه رو من با صابون علامت میزنم و این قسمت ها هم که روبروی هم هستن. حالا از یک سمت پارچه میام به اندازه 9 سانت یا 8 سانت داخل میشم و بعد یک خطی به اندازه 11 سانت رسم میکنم که این 11 سانت باید برش بخوره و اینجا میشه قسمت پشت آستین و این قسمت برش برای دوخت بلیطی آستین خواهد بود. برای قسمت یوک لباسمون باید 2 عدد داشته باشیم که سیبی روی دولای بسته است و خط سرشانه یوکمون رو باید حتما از هر دو سمت چه گردن و چه حلقه یک چرت بزنید. این قسمت اگر زاویه داره رو با یک هلال ملایم به هم وصل کنید. از مچی ها هم که ما 4 عدد در آوردیم که باید 2 عدد از این 4 عدد رو لای چسب بزنیم. برای قسمت یقه بچه ها ببینید من یک پارچه رو دولا کردم، یک مستطیل برداشتم و پارچه رو دولا تا زدم. حالا این سمت پشت پارچه رو کامل لای میچسبونم. این روش خیلی بهتر از روشیه که بعد بخواید روی لای چسب در بیارید. کامل یک سمت پارچم رو ببینید دو لایه هست، یک سمتش رو لایی میچسبونم و اون سمت هم که الگو رو قرار دادم زاپاس های 1 سانتیم رو مشخص میکنم و بعد 2 تا دور الگوم رو میچینم. این از قسمت یقه و برگرد. برای مچی ها هم بچه ببینید 2 عددش رو من لای چسب زدم و 2 عدد بدون لای چسب. قسمتی که لای چسب خورده رو من الگوم رو قرار میدم و 2 تا دورش رو با خودکار حرارتی روش الگوی مچیم رو رسم میکنم. حالا ببینید آستین یه عدد بدون مچی و یه عدد با مچی روی هم میذارم و کامل 2 تا دور الگوم رو میدوزم و بعد زاپاس ها رو سبک میکنم.